خب بچه‌ها به این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. این داشون داره میگه که میتونه با آب و لاوا میتونه دروازه دراگون درست کنه. ببینیم میشه واقعا. خب توش برو آب میکنه، دو تا بلوک میکنه، سرین هم یه دونه مذاب میذاره. کامل که شد بالا رو میکنه. بله همونجور که میبینین دروازه دراگون درست شد. بیام با هم بریم تستش کنیم. برو بریم. خب بچه‌ها ما اومدیم با هم تستش کنیم ببینیم میشه یا نه. خب بچه‌ها من جایگاهشو درست کردم. اینجا اول اینجا رو با مذاب میذاشتیم، مذابی گذاشتیم. وایسیم تا اینجا بیان. اینجاشو از این بلوکو باید بذاریم. اینجا که گذاشتیم میایم این زیرشو پر آب میکنیم و دو تا بلوک میایم بالا روش مذاب میذاریم. خودمون داده باشیم اینجا رو کلا بپوشونه. اینجا رو که پوشون بالاشو میذاریم و بله همونجور که میبینیم بچه کار نکرد. اگه باز از این ویچرد بیشتر داری تنصاب